بازار سلطان کبیر و مرکز سودای آسیا در شهر دوشنبه که میبایست از 1 مارت بسته میشدند الکی بسته شدند. در این باره رادیوی آزادی با نشر 3 عکس از جمله عکس یک اعلان خبر داد. در اعلان گفته می شود که روزهای 27 و 28 فوریه در مرکز سودای آسیا و بازار سلطان کبیر روزهای سانیتاری گذرانیده می شوند و از 1 مارت سال 2022 با قرار رئیس شهر دوشنبه از 24 نوامبر سال 2021 فعالیت این دو بازار و دیگر دکان و مغازه های اطراف آنها به استثنای یک بنای 3 قبته معموری بازداشته می شود. بازار سلطان کبیر هنوز سال 2000 تشکیل شده همراه با بازار آسیا بزرگترین بازار فروش محصولات غیر لباسی در پایتخت تاجیکستان به شمار می رفت. مردم اشیاء روزگار از قالین و پلاس تا یخدان و تلویزور و بیل و کلند تا قسمای احتیاطی ماشین را از همینجا می خریدند. مالک بازار سلطان کبیر عوض کبیروف یک صاحبکار پرنفوذ زاده نویه واسه 3 ماه پیش در واکنش به قرار بستن بازارش گفته بود اگر دولت بخواهد یک بازار نه بلکه تیار است جان خود را هم فدا کند. به صاحبکاران سلطان کبیر و آسیا پیشنهاد کرده بودند که به بازار کوشانیان واقع در خیابان حافظ شیروزی در نزدیکی مرکز دوم گرمیدهی دوشنبه بکوچند. این بازار بنا به اطلاع دریافته به شمس‌الله صاحبوف یکی از دامادهای پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون تعلق دارد، ولی محمدشاه دولت شاهزاده رئیس بازار کوشانیان سال 2019 به رادیوی آزادی گفته بود این بازار را چند نفر علاوه تشکیل کردند و یکی از سهامداران خود اوست. شهرداری دوشنبه 3 ماه پیش خبر داد که با مقصد به طلبات معماری و شهرسازی معاصر موافق نمودن کوچه های نعمت قره‌بایف، نویه فردوسی و جامع نویه سینای شهر دوشنبه تامین حرکت بی‌ممانعیت واسطه های نقلیات در این راهها و تنظیم دولتی سودا بر اساس قرار شهرداری از 24 نوامبر سال 2021 فعالیت بازار نقطه‌های فروش و خدمت رسانی جمعیت دارای محصولات محدود سلطان کبیر، جمعیت دارای محصولات محدود فیض سعید آسیا و گرد و اطراف آن در نویه فردوسی همچون مرکز سودای مدد واقع در کوچه جامع نویه سینا از 1 مارت سال 2022 بازداشته شده. من بعد با ترتیب مقرر گردیده فعالیت صاحبکاران در دیگر محل جایگیر کرده می شود. در جای این 3 بازار بنیاد شهرک طبی، مرکزهای سالمگردانی با منطقه سبززارکنی استفاده عموم پیش بینی شده است. شهرداری گفت ساختمان این مؤسسه های طبی هنوز در نقشه گنرالی شهر دوشنبه در سال 1983 تهیه و تصدیق شده بود. در دوشنبه سالهای اخیر چند بازار از جمله بازار شاه منصور و برکت ویران کرده شدند. در اول سال 2020 در دوشنبه بازار جلجم نیز به دلیل موافق نبودنش به نقشه گیمپلان تخریب کرده شد. سوداگران آن بازار را هم به بازار نوبنیاد کوشانیان کوشانده بودند.